Savol az geometriya است. طرفی کвадратی را یابد که مساحت آن و مساحت راستگونجه طرف‌هایش 16 سانتیمتر و 4 سانتیمتر برابر باشد. یعنی ما در اینجا هم کوادرات هم راستگونجه داریم، طرف‌های راستگونجه داده شده است و ما میگوییم که با مساحت یک خیلی طرفی کوادرات را یابیم. بیایم تصور کنیم چه میشود. یعنی من باید کوادرات یابم. کوادرات چی بود؟ همه طرف‌هایش برابر باید باشد. در اینجا برابرن. مثلا فرض کنیم با کتک من اگر حساب کنم، اینجا فرض کنیم کوادرات دارم و هم راستگونجه دارم. راستگونجه با طرف‌های راستگونجه رو کمتر درست‌تر کنم. این راستگونجه ما است. درباره راستگونجه ما چی میدونیم؟ طرف‌هایش به 16 و 4 برابرن. یعنی اگر من این طرف رو 16 سانتیمتر نشان دهم، این طرف به 4 سانتیمتر برابر می شود. مساحت راستگونجه چی بود؟ ضرب طرف ها، یعنی 16 ضرب 4 برابر می شود به 64 سانتیمتر کوادراتی. اکنون میگوید که همین مساحت راستگونجه گوییم به مساحت کوادرات برابر است. مساحت کوادرات هم به 64 برابر می باشد. از روی این روی به 64 برابر می شود. و ما میدونیم که در کوادرات همه طرف ها برابر است. x گوییم همه طرف ها هم بلندی هم درازی به یک خیلی. و از روی با هم قاعده رویم چی می شود؟ باید چی می شود؟ مساحت کوادرات x ضرب x باید برابر 64 شود. یعنی از اینجا x کوادرات به 64 برابر است و ما میدونیم که از ریشه ها x باید برابری پلوس مینوسی 8 شود. لیکن این گیومتری و طرف ها است، ما مینوس رو استفاده نمیبریم، فقط به 8. یعنی درازی ما منفی شده نمیتونیم، اون وقت مثبت. و از اینجا میبراید که جواب ما چی میشود؟ باید کوادرات ما طرف های 8 سانتیمتر داشته باشد برای مساحتشون برابر شده نشود.